سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنونم از اینکه همراه ما هستید با یک ویدیوی دیگه. آیا میدونید که اولین علت مرگ و میر در دنیا ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی هستش؟ و جالبتر این که آیا میدونید که با روش‌های ساده و پیشگیرانه و با استفاده از طب سنتی قدیمی ایرانی خیلی راحت ما میتونیم جلوی این بیماری رو بگیریم و اجازه ندیم که رگ‌هامون و عروقمون دچار گرفتگی بشن. اگر میخوای بدونی چرا و چگونه، حتما با من همراه شو. در ادامه ویدیو مطالب جالبی رو براتون خواهم گفت. خیلی وقتها پیش اومده که ما راهاب آشپزخونه یا سیفون دستشویی گرفته و آب رد نمیشه. چیکار میکنیم ما در این حالت دو تا راه حل داریم. یا فنر میزنیم که راه لوله باز شه و اون جرم ها و گرفتگی ها رو یا میکشه بیرون اون فنر، یا اینکه رد میکنه میره. راه دوم اینه که موادی داخل لوله میریزیم به نام چاه بازکن که اسید هستش این مواد و جرم هایی که داخل لوله هست رو در خودش حل میکنه و راه لوله باز میشه. و جالبتر این که در مورد عروق قلبیمون هم همین اتفاق برای ما میفته. ولی ما قبل از این که بذاریم عروق قلبیمون انقدر گرفتار بشه که نیاز به فنر داشته باشه، میتونیم با روش‌های پیشگیرانه در منزل جلوی این مشکل رو بگیریم و یک راه حل خیلی ساده داره که اگر همه ما رعایت کنیم، البته که افرادی هم هستن که منع مصرف دارن و اونها رو هم بهتون میگم، ولی اگر همه این راهکار رو استفاده کنن هیچ وقت به بیماری قلبی عروقی دچار نمیشن. افرادی که بالای 40 یا 50 سال دارن یا افرادی که سابقه خانوادگی ناراحتی‌های قلبی و یا گرفتگی عروق دارن، حتما این ویدیو رو نگاه کنید که خیلی به دردتون میخوره. ببینید دوستان من، همه ما در مواقعی دچار استرس، هیجان و اضطراب میشیم. تو اینجور مواقع عصب سمپاتیک ما میاد وارد عمل میشه و عروق ما رو تنگ میکنه. از طرف دیگه ما چون تغذیه سالمی نداریم، برنامه غذایی سالمی نداریم و بیشتر از چربی هایی که برای بدنمون مضر، فست فودها، اینها رو استفاده میکنیم و یک رژیم غذایی سالمی نداریم، در طول زمان اینها هم میان روی دیواره های عروق ما، جدار عروق بسته میشن، درست مثل همون لوله‌ای که بهتون گفتم جرم ها درش قرار گرفتن و نمیذارن که آب لوله رد بشه. عروق خونی ما هم دقیقا همین گونه هستن. وقتی این دوتا حالت برای ما پیش میاد، به مرور زمان رگ ها گرفته میشن و خب ناراحتی های بعدی که خودمون میدونیم، سکته قلبی و انواع و اقسام بیماری های قلبی رو به همراه میارن. ولی اینجا میخوام به شما یک معجون معجزه آسایی رو بهتون معرفی کنم که خودتون به راحتی در خونه میتونید تهیه کنید و اون رو استفاده کنید. در ادامه با من همراه باشید تا این راهکار رو یاد بگیرید و استفاده کنید. 5 عدد حبه سیر لازم داریم. 5 دانه لیمو ترش لازم داریم که هسته این لیمو ترش ها را حتما باید در بیاریم. سیرها و لیمو ترشمون رو توی مخلوط کن میریزیم
وقتی که خوب با هم دیگه مخلوط شدن از صافی ردش میکنیم و میذاریم بجوشه. نکته مهمش اینجاست که این مایه نباید خیلی بجوشه، یعنی یک قل دو قل خورد تمام، زیر گاز رو خاموش میکنید. حالا میتونید البته تو این مرحله هم صافش کنید، فرقی نداره. بعد از اینکه خاموش کردید سرد شد، توی لوله های شیشه‌ای، بطری های شیشه‌ای بریزید و داخل یخچال نگهداری کنید. هر روز اندازه نصف استکان یا 30 cc این معجون رو شما میتونید قبل از غذا بخورید یا میتونید بعد از غذا بخورید، هر جور که میلتون میکشه. باید این معجون رو استفاده کنید. البته روش مصرف داره، یعنی اینکه شما 3 هفته هر روز این مقدار رو میل میکنین، 8 روز استراحت به خودتون میدید و دوباره 3 هفته شروع میکنید استفاده و دوباره 8 روز به خودتون استراحت بدید. این میره تا سال بعد. حالا جالب توجهش اینجاست که اون فاصله ای که شما به خودتون استراحت دادید، اون 8 روز رو، بهتره که برید یک آزمایش چربی بدید و یا اگر که راحت تر هستید، عروقتون مشکل داشته، میتونید برید یک سیتی آنژیو بدید و از روند بیماری و بهبودیتون خودتون خبردار بشید. این یک راهکار خیلی خیلی ساده است که اگر همه ما رعایت کنیم، آمار ناراحتی های قلبی تو کشورمون انقدر زیاد نیستش. و نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، درسته که این معجونی که من برای شما الان نام بردم پاکسازی عروق رو انجام میده، اما استفاده زیادش هم خوب نیست. درست عین همون اسیدی که شما تو لوله ها میریزید برای باز شدن اون لوله ها، اگر زیاد اسید رو استفاده کنین لوله ها پوسیده میشن و از بین میرن. این معجون هم استفاده زیادش توصیه نمیشه. همین مقداری که گفتیم سالی 1 یا 2 بار تکرار بشه کافیه. و این روش دوستان میتونم بهتون بگم یک روش پیشگیرانه هستش، یعنی برای کسایی که بیماری حاد دارن و اورژانسی هستش، مثلا کسی که عروق کرونرش گرفته است و باید اورژانسی سریع بره اتاق عمل و این عمل بشه، جراحی باید بشه، یا بیماریش خیلی حاده، برای اینها جوابگو نیستش. این یک حالت پیشگیرانه هستش برای اینکه اگر ما توی خانوادمون سابقه ناراحتی قلبی عروقی داشتیم یا سنمون بالای 40-50 سال هستش یا فشار خونی هستیم، ما بیایم پیشگیری کنیم با این معجون که بیماریمون پیشرفته تر نشه یا به بیماری اجدادمون دچار نشیم. ولی اگر کسی بیماری حاد قلبی عروقی داره و اورژانسی هستش، اصلا نباید استفاده کنه این دارو رو و باید طبق نظر پزشکش کارهایی رو که گفتن استفاده کنه. دوستان عزیزم، من از هر فرصتی استفاده می کنم تا در بین کارهایی که دارم بیام و کنار شما و مطالبی رو در اختیارتون قرار بدم و واقعا هم این تعامل رو خیلی دوست دارم، اینکه برام کامنت میذارید و نظراتتون رو میدید و من میام اینجا چیزهایی که شما بیشتر دوست دارید راجع بهش بدونید رو براتون میگم. صدای بارون رو احتمالا میشنوید، بارون زیادی داره میاد. ما اشکالی نداره، کارمون رو با همین صدای بارون بهاری هم ادامه میدیم و لذت میبریم. شما هم لذت ببرید. و یه نکته دیگه که من میخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد این معجون، بهتره در طی مدتی که معجون رو دارید استفاده میکنید از غذاهای سرخ شده
و غذاهای ناسالم، خوردن روغنهای حیوانی پرهیز کنید و بیشتر از روغن زیتون استفاده کنید که یک حالت انعطاف هم به دیواره عروقتون میده. حالا چرا این معجون انقدر خاصیت داره؟ انقدر در طب سنتی قدیم بوعلی سینا هم حتی از این استفاده میکرده و خیلی جواب میگرفته. به خاطر اینکه سیر ماده‌ای که در این معجون هستش خاصیت رقیق کنندگی خون رو داره و لیمو ترش خاصیت پاکسازی کننده داره. این دوتا وقتی که با هم دیگه مخلوط میشن خب پس عروق رو پاکسازی میکنن. فقط یک نکته مهم دیگه باید بهتون بگم که اطلاع داشته باشید. کسانی که قرص رقیق کننده خون مثل وارفارین حالا یا انواع مختلف دیگه استفاده میکنن خیلی در استفاده از این معجون احتیاط رو رعایت کنن، پزشکشون حتما مشورت کنن، چون احتمالاً این عزیزان پزشکشون میگه استفاده نکنن این معجون رو، چون هم سیر خاصیت رقیق کنندگی داره، هم وارفارین خاصیت رقیق کنندگی داره یا داروهایی که غلظت خون رو کاهش میده و این دوتا با هم دیگه باعث میشه که گاهی اوقات خونریزی برای افراد دست بده یا حتی خونریزی های داخلی که خودشون متوجه نمیشن. پس حتما یا استفاده نکنید یا حتما با پزشکتون در میون بذارید استفاده از این رو شما عزیزان. ممنونم که دوباره در یک ویدیوی دیگه همراه من بودید. ممنونم از اینکه برای ما کامنت میذارید. ممنونم از اینکه هر نظر و پیشنهادی رو دارید برای من کامنت میکنید. من واقعا لذت میبرم از خوندن کامنت های شما و انگیزه بیشتری میگیرم که مطالب جدیدتری رو بیام خدمت شما عزیزانم بگم تا آگاهی علمیمون رو بالا ببریم در کنار همدیگه و انشاءالله که دچار بیماری ها نشیم. لطفا ما رو سابسکرایب داشته باشید و برای ما حتما کامنت بذارید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.